سلام، خوش آمدین به برنامه خبری این ساعت با من سدیه رحمانی. امروز دوشنبه مصادف می شود به 11 ماه سال 2026 میلادی. رئیس امنیت سابق اسرائیل اخطار می دهد که ایران در حالت قوی شدن است و آمریکا هر روز داره کمرش خم میشه. تامیر هایمن، رئیس سابق امنیت ملی نظامی اسرائیل، در یک گفتگو میگوید ایران با وجودی که مورد حملات کوبنده ایالات متحده آمریکا قرار گرفته، ولی خاک این کشور هنوز قوی و بر ضد آمریکا است. همچنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در هر گفتگویش ادعا می کند که سیستم هسته‌ای و برنامه‌های پدافند و زیرساخت‌های ایران را نابود کرده، ولی کشور ایران این ادعا را رد می کند و می گوید که سیستم هسته‌ای ایران هیچ آسیب ندیده و همچنان بر علاوه از اینکه آسیب ندیده، پیشرفت چشمگیر هم داشته. او همچنان اضافه کرد که ایران هنوز هزارها موشک آماده به شلیک دارد و بیشتر روی موشک سازی سرمایه گذاری کرده و هر روز این سرمایه گذاری در حالت پیشرفت است. در همین حال نتانیاهو نیز میگوید که برنامه غنیسازی ایران آسیب ندیده کاملا ثابت است. به قول نتانیاهو، حملات ایالات متحده آمریکا نتوانسته هدف اصلی را به ایران وارد کنه و ایران را از بین ببرد. از سوی دیگر، توقف کشتی ها در تنگه هرمز توسط ایران فشار جدی را علیه اقتصاد جهان ایجاد کرده و همچنان اختلاف بین آمریکا و اسرائیل را نیز روشن ساخته. بزرگترین خطر بر اسرائیل وابستگی به آمریکا است، زیرا اسرائیل به کمک نظامی ایالات متحده آمریکا نیاز دارد تا در برابر تهدیدات ایران از خود دفاع کند. تامیر اعتراف می کند که ایران هنوز قوی است و در برابر حملات آمریکا و اسرائیل ایستادگی دارد و همچنان ایران نسبت به سابق بیشتر قوی شده. وی هشدار می دهد که نتانیاهو نباید در برابر ایران غفلت کند، چون همیشه منافع ایالات متحده آمریکا با اسرائیل تفاوت داشته، یعنی یکسان نبوده. مسئله تنگه هرمز نیز یک مسئله بسیار جدی است، زیرا تنگه هرمز حیاتی ترین مسیر برای اقتصاد جهان می باشد، زیرا اقتصاد جهان به عبور نفت تنگه هرمز وابسته است. اگر ایران بتواند فشار بر مسیر حمل نقل نفت جهان وارد کند، پس کشورهای غربی و آمریکا مجبور می شوند منافع کشورهای جهان را در نظر بگیرند. از آنجایی که می‌دانیم زیرا اقتصاد جهان به نفت وابسته است، اگر ایران بتواند فشار بر مسیر حمل نقل نفت جهان وارد کند، کشورهای غربی و ایالات متحده مجبور می‌شوند منافع کشورهای جهان را در نظر بگیرند، نه منافع کشور خود را. نکته حساس این است که او می‌گوید آغوش گرم آمریکا خطرناکتر از ایران است. همچنان تامیر اضافه می کند اگر ما بخواهیم که در برابر ایران پیروز شویم، این در حقیقت وابستگی با آمریکا را نشان می دهد، در حالی که آمریکا قصد دارد در آینده نزدیک نیروهای نظامی برای همیشه به سرزمین‌های اشغالی بفرسته. یک رسانه کشور اسرائیل این مسئله را فاش کرد که آمریکا در حال آماده‌گیری برای فرستادن نیروهای نظامی برای همیشه در سرزمین‌های اشغالی است. به گفته او در حال حاضر نیز بحث روی فرستادن نیروهای نظامی است. این روزنامه‌نگار نیز مدعی شده که حالا هم نیروهای نظامی آمریکا در منطقه اشغالی وجود دارد.
ولی نکته مهم این است که حضور همیشگی نیروی نظامی آمریکا، یعنی اگر در آینده جنگ صورت بگیرد، پس پای آمریکا را هم مستقیم به جنگ میکشد. اما آمریکا با فرستادن نیروی نظامی در حقیقت میخواهد که پیام بفرسته به دشمنانش. و اسرائیل نیز میگوید که ما هستیم و هر حمله به اسرائیل پاسخ کوبنده خواهد داشت. اگر دوباره ترامپ بلوط نزند، این نشانه بزرگترین ساختار امنیتی در خاور میانه خواهد شد. از همراهیتان با کانال عشق به وطن جهان سپاس. اگر می خواهید که از داغ‌ترین برنامه‌های خبری آگاه باشید، پس کانال عشق به وطن را سابسکرایب کنید. تا برنامه بعد، بدرود.